در زندگی هر یک خواننده، آموزگاران یعنی استادان پس از والدین شخصیت‌های تاثیرگذار می‌باشند، خصوصاً در سن نورسی که بچه‌ها بعضاً از پدر و مادر کمی دور می‌شوند. استاد می‌تواند چون یک راهنما و مصلحت دهنده در مکتب نقشی مهم باشد. در غرب مفهوم منتور تیچر رایج است، یعنی آموزگاری که غیر از درس دادن به شاگردان در مسائل شخصی و کسبی مصلحت می‌دهد و آنها را به سمت استعدادشان راهنمایی می‌کند. در مکتب‌های ما البته معلمانی نیز هستند که با خوانندگان رابطه خوب داشته در بیرون از درس نیز برای آنها وقتشان را جدا می‌کنند. مثلا راهبر صنف یا راهبر محفل‌های فنی. والدین باید اهمیت نقش استاد را اعتراف کنند و با آموزگاران فرزندشان در ارتباط باشند، نه به معنا که به هر چیزی که آموزگار گوید به چون و چرا راضی شوند. البته والدین نیز حقوق و نظرهای خود را دارند، ولی اگر فرزند می‌بیند که پدر و مادرش به استاد احترام می‌گذارند و همکاری می‌کنند، اون نیز نسبت آموزگار مناسبت جدی‌تر می‌کنند. مثلا به جای حمایه کورکورانه فرزند هنگام نافهمی با معلم، کوشش کنید واقع بینانه مسئله را حل کنید و به نورس فهمونید که نظام مکتب چنین است. همچنین اگر فرزندتان در مکتب با استاد مشخص توجه و دلبستگی دارد، مثلا معلم فیزیکش را خیلی دوست می‌دارد، از آن استقبال کنید. شاید همین آموزگار بچه‌تان را به انتخاب کسب یا شوق علاوگی الهام بخشد. حتی ممکن است که بیرون از زمینه درسی هم نورس برای مصلحت نزد آن معلم رود. در بعضی حالت‌ها نورسان چیزهایی هست که با والدان گفتن شرم میکنند یا ترس دارند، ولی با معلمی با اعتماد ابراز میکنند. این گونه حالت‌ها عادتاً خوشایندند، زیرا بهتر است با یک کلان سال در میان گذارند تا اینکه یگان قرار یا عملی نادرست کنند. از طرف دیگر آموزگاران نیز باید خود را تنها انتقال دهنده دانش حس نکنند، بلکه مسئولیت تربیوی را هم ادامه دهند. یک سخن هدایتگرانه معلم گاهی میتواند در دل نورس تا آخر عمر سبز بماند. از این رو نقش استاد چون راهنما مثل چراغی است در راه پرپیچ و تاب نورسی که میتواند راهنما سازد و الهام باشد. والدان و استادان وقتی یک جا کار میکنند، نتیجه برای فرزند دوچند ثمره بخش خواهد بود. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفا شرح خود را به ما ارسال نمایید. شریک برنامه ما شرکت لین دوید می باشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خردککی خود را دارد. لین دوید با ویتامین د.